طرز استفاده صحیحش رو به من میگی به چه صورتیه؟ بله عزیزم، روش استفاده بسیار ساده است. بعد از پاکسازی پوست با میستر واتر صورت رو با یه شوینده ملایم میشورید. سپس 2-3 قطره از سرم نیاسینامید رو به صورتتون میزنید و به آرامی ماساژ میدید تا جذب بشه. میتونید بعد از 1 ربع تا 20 دقیقه از یه مرطوب کننده هم براش استفاده کنید. طی روز هم میتونید از یه ضد آفتاب استفاده بکنید که در برابر آفتاب محافظت بشه پوستتون. داشتن که آیا این سرم برای پوستای حساس هم مناسبه؟ بله، به دلیل فرمولاسیون ملایم و خواص ضد التهابی معمولا برای پوستای حساس هم بسیار خوبه. با این حال همیشه توصیه می‌کنیم اول روی یه ناحیه کوچیک از پوست مثل پشت گردن یا روی بازو تست حساسیت انجام بشه. اگر پس از 24 ساعت واکنشی مشاهده نکردین با خیال راحت میتونید استفاده روی صورت رو آغاز کنید.